خب سلام گایز، چطورین؟ اومدیم با یه آموزش از دوباره ساخت ربات روبیکا، البته این دفعه توی کامپیوتر. خب دوستان دقت کنید که این آموزش یکم متفاوت تره، چون بقیه آموزش هایی که دیدی توی گوشی بود، ولی خب این آموزش توی در واقع ببینید که پیسیه. خب این آموزش یکم متفاوت تره چون میخوایم ربات ها رو توی در واقع توی هاست پایتون نصب کنیم. خب یعنی دیگه شما نیازی به ترموکس یا پایدروید ندارید که هی قطع شه و این فلان و این چرت و پرتا. خب برای این کار شما در واقع اون فایل زیپی رو که بهتون دیگه ببینید، این آموزشی که میبینید یکم سطحش پیشرفته تره. خب کسایی که دارن این آموزش رو میبینن خب کار با کامپیوتر اینا رو بلدند و میدونن چی میگن. خب پس من دیگه تکرار نمی کنم چی کار کنید و این حرفا، دیگه خودتون میدونید. دوستان این پک بات روبیکا رو من فایلشو میذارم توی، یعنی گذاشتم خب توی چنل تلگرامم به آیدی Mr_Null_channel. خب گذاشتمش و شما میتونید اونو استفاده کنید. حالا کاری نداریم به این. من ببینید دوستان، شما در واقع باید یه هاست پایتون بخرید. خب چجوری هاست پایتون بخرید؟ اونو دیگه باید خودتون سرچ کنید، ولی من یه سایت هست میگم بهتون که خودم خریدم ازش، این تبلیغ نیست، خودم خریدم راضیم. خب این تبلیغ نیست اصلا، واقعا باور کنید تبلیغ نیست. سایت نیترو سی پنله. خب همینجور که میبینید اینجا این سایت، وایسی تا بیاد بالا یکم نت ضعیفه. این سایت نیترو سی پنل اگه اشتباه نکنم همین. آره خب یه هاست میخرید. هاست چقدر قیمتش؟ وایسید ببینم. ای بابا این سایتش هم انقدر کنده. ببینید البته وایسید من بیام بیرون اینجا بزنیم خرید هاست پایتون نیترو سی پنل، خرید هاست. من یه دستی دارم تایپ میکنم ببخشید. بله این هاش هاست پایتون نیترو سی پنل. اوکی دوستان اینها قیمتاش به صرفه به نظر من. ببینید 12,000 تومان میدید یه ماهه. خب دیگه نیازی سو پایدروید اینا چیز کنید. ببینید اینو میخرید. خب اینو میخرید و حالا من آموزش رو ران کردنش بهت میگم. توی خریدنش هم حالا شاید یه پستی گذاشتم، ولی خب اونایی که بلدن هاست بخرن یا بلدن با کامپیوتر کار کنن خیلی خریدش راحته و هیچ دردسری نداره. خب حالا کاری با این نداریم، ما میریم توی در واقع پنل نیترو سی پنل که من اونجا لاگین شم و بهتون نشون بدم. ورود به نیترو سی پنل رو بزنیم تا بریم داخل قسمت مدیریت نیترو سی پنل. من ویدیو رو متوقف میکنم تا برم داخل در واقع مدیریت نیترو سی پنل. خب دوستان من لاگین شدم. میرید ببینید در واقع باید برید تو این قسمت سرویس های من. خب روش کلیک میکنید، بعد اینجا روی این قسمت فعال کلیک میکنید و حالا این تمش رو شب کنم قشنگ تره یکم انگار. آره نه قشنگ نیست. خب میرید داخل در واقع اینجا نوشته ورود به سی پنل، اینو میزنید تا بره داخل سی پنلتون. سی پنل که میدونید چیه. ببینید این سی پنل یه چیزیه که حالا برای کسایی که نوبن نمیدونن، خب سی پنل یه چیزیه که در واقع به شما این امکانو میده که در واقع اون سورسایی که من میذارم تو چنل رو بیاد اینجا ران کنید. اینجا ران کنید دیگه این دیگه نمیخواد روی سیستم خودتون ران کنید. خب روی سیستم دیگه انگار توی مجازی داره ران میشه. چجوری بهتون بگم؟ حالا دوستانی که پروان ببخشید من دارم اینجوری تعریف کنم. و اینکه به شما این امکانا رو میده که دیگه نخواید گوشیتون داغ نکنه به خاطر اون سورسی که دارید ران کردید و استفاده میکنید. این حرفا سورس هم که میدونید چیه، اون فایل پایتونیه که توی چنل تلگرام گذاشتم. حالا کاری به این حرفا نداریم، میریم ادامه آموزش. و در ضمن یه چیز دیگه هم بگم،
خرید هاستم بهتون میگم چه جوریه. خب حالا یه ویدیو دیگه ضبط میکنم، ولی خب حالا فعلا اینو ببینید. حالا یکم اگه برای دوستانی که بلدن چجوری هاست بخرن، هاست خریدن خیلی راحته. گفتم اون اول میرید از همین نیترو سی پنل بخرید، خیلی راحت و آسونه. خب دوستان از قسمت نگاه کنید بالا، خب میاید پایین از قسمت فایل یه راست کلیک میکنید تا این گزینه‌ها بیان. روی گزینه اوپن نیو تاب میزنید چون ما اینو میخوایمش. خب بعد میاید تو این قسمت سرچ مینویسید p5. خب بعد میرسید یو پایتون آپ، اینی که دیدید اینجا، اینو یه راست کلیک میکنید، اینم دوباره یه اوپن میزنید. خب بعد اینو پاک میکنید، مینویسید ترمینال. حالا خودش میاره، ترمیو بنویسید خودش میاره. خب اینم یه راست کلیک میکنید روش، میذارید روی اوپن لینک نیو تاب تا نیو تاب خودش صفحش باز شه. اوکی. بعد از این قسمت ببینید میرید توی پایدون اینجا. خب اینو میزنید و از اینجا من دوباره توضیح بدم اینو براتون. از اینجا ببینید روی این میزنید، روی این create application میزنید. توی create application که زدید نسخه پایتونتون رو انتخاب میکنید روی آخریش 3.9 روی 10 بود انتخاب نکنید، فقط این. اوکی اینجا یا این حالا فرقی نمیکنه، یا این. بعد اینجا یه اسمی مینویسید. برای مثال من مینویسم تست روبیکا. اوکی. خب اینم از این. آقا این مرحله تموم شد. الان شما کلیک میکنید روی create. خب اینجا روی create کلیک میکنید. بله وای میسیم تا تموم شه. یکم زمان بره، عادیه. دوستان سابسکرایب و لایک و کامنت انگلیسی یادتون نره، بازم میگم چون پستای خیلی خفنی میذارم، عشق میکنید. یکم باید وایسیم حالا تا این من ویدیو متوقف کنم تا این چیز درست شه بیاد. خب دوستان ببینید وقتی که ثبت کردید یه پیام این بالا میاد، دیدید که سبز بود. خب حالا کاری با اون نداریم. دوستان ببینید اینجا دیدید موستون رو میاری روش اینجوری میشه. روی این کلیک میکنید یه علامت سبز اینجا میاد، میگه که توی کلیپبورد کپی شد. میرید توی قسمت ترمینال، این بالا صفحش هست. دوستانی که کامپیوتر دارن میتونن این کارو انجام بدن. با گوشی من این آموزش الان ندادم، با کامپیوتر پی سی. دوستان یه راست کلیک میکنید، نباید کنترل ویو بزنید یه راست کلیک میکنید، بعد اینجا پیست رو میزنید. خب بعد روی گزینه اینتر کیبوردتون کلیک میکنید. بعد فکر کنم این اشتباه اومدم، اینو بذارید یه دقیقه. بیاید دوباره همینجا بیاید روی وب اپلیکیشن. خب وقتی اومدید روی وب اپلیکیشن اینجا همون که ساختید تست روبیکا، خب روی این علامت مداد کلیک میکنید. بعد اینجا اون وقت روی این کلیک میکنید. اوکی اینجا میزنه کپی شد. میرید توی قسمت ترمینال، اینجا راست کلیک میکنید و روی پیست میزنید. بعد روی اینتر. اوکی الان دیگه وارد شد. خب حالا میرید قسمت فایل منیجر ورژن 3 اینجا میبینید. خب اینجا یه ریلود میزنید تا ریلود چه بیاد بالا. خب بعد اینو یادتونه ساختیم، روی این کلیک میکنید. خب حالا میاد چیکار میکنید؟ این صفحه چی بهش میگن مرورگرتون رو یکم کوچیک‌تر میکنید و در واقع این که میبینید اینجا اینو پوشش رو باز میکنید. خب میارید اینم این طرف. خب اینم یکم کوچیک‌ترش میکنیم، اینم میاریم این طرف. حالا روی در واقع آپلود کلیک میکنیم. خب روی آپلود که کلیک کردید اینا رو اینجوری میکشید، پرتشون میکنید، با موستون کلیک میکنید روشون اینجوری میکشینش میارینش اینجا تا اینا آپلود شن، بعد سبز شن. وقتی که سبز شدن اینو بزرگش میکنید دیگه. بعد اینجا میزنید روی go back to فلان. خب بعد میبینید که اومدن اینجا. اوکی تا اینجا تموم. خب حالا میرید توی قسمت ترمینال. اوکی توی این قسمت در واقع من میخوام الان رانش کنم دیگه. خب میاد چیکار میکنید؟ میاد مینویسید پای دونه همین چیزایی که من مینویسم مینویسید 3.
خب البته اینو نباید بنویسید، ببخشید. می‌نویسید پیپ اینستال روبیکا. اوکی، و اینتر رو میزنید. وای میسید تا روبیکا رو نصب کنه، یعنی کتابخونه روبیکا رو نصب کنه. کتابخونه روبیکا نصب شد. اینجا دیگه اجرا کنید دیگه برای همیشه، خب دیگه کار میکنه براتون، متوقف نمیشه رباتتون. اوکی، فهمیدید چی میگه؟ دیگه نیاز نیست از منابع گوشیتون استفاده کنه و وحشت زده بشه گوشیتون. اوکی، این از این. خب حالا من اینو یکم کوچیک‌ترش کنم تا به شما یاد بدم. خب اینجا می‌نویسید، البته بد شده انگار، اینطوریش کنیم بهتر. خب اینجا می‌نویسید پای دون تری، بعد میاد یه اسپیس میزنید، میاد جلو، بعد می‌نویسید که bot.py. اوکی، روش کلیک میکنید و وای میسید تا اجرا شه. خب اینجا می‌نویسید enter out. اگه دوست داشتید خب ببینید از طریق مرورگرتون وارد مرحله وب روبیکا میشید. اوکی، اینجا می‌نویسید وب روبیکا، بعد میرید توی این قسمت وارد وب روبیکاتون میشید. خب من اینجا لاگین کنم، ویدیو رو قطع میکنم تا اینجا لاگین کنم تا بعد بهتون نشون بدم چیکار کنید. خب وقتی که اینجا لاگین کردین روی همین صفحه یه راست کلیک میکنید. حالا هر صفحه، اینجا، اونجا، هر صفحه‌ای که بودید فرقی نداره، مثلا اینجا. خب اینجا یه راست کلیک میکنید، بعد روی گزینه اینسپکت میذارید. میگم اینسپکت. وقتی که روی این گزینه زدید در واقع این صفحه براتون باز میشه. خب روی گزینه نتورک میذارید. اگه آموزش موبایل رو نگاه کرده باشید خیلی شبیه اینه. خب بعد حالا روی یه دونه از اینا مثلا کلیک میکنید، مثلا این. خب بعد میبینید که اینایی که اولشون مسنجر هست، خب روی یه دونه از اینا حالا فرقی نداره کلیک میکنید. خب بعد میرید قسمت پیلود. خب میرید قسمت پیلود چیه نمیدونم. خب بعد اینجا آود، خب روش یک چپ کلیک میکنید، اینجوری. خب یک کلیک میکنید روش، بعد یه راست کلیک میکنید، اینجا نوشته کپی ولیو. خب اینو کپیش میکنید، بعد میبریمش توی ترمینال و اینجا یه راست کلیک میکنیم، حالا هر جای صفحه مهم نیست، اینجا بعد تو این کادرات باشه، یه راست کلیک میکنید، روی گزینه پیست کلیک میکنید و گزینه اینتر رو میزنید. حالا اینجا نوشته اینتر گوید گپ. خب میگه گوید گپتون رو وارد کنید. میریم داخل روبیکا. حالا من در واقع چیزی ندارم که گروهی ندارم که تست کنم. من بذار ببینم یه گروه انگار داشتم، وایسید. اینم که میبینید تبلیغات خودکار بوده، حالا اونم شاید آموزش ساختش گذاشتم براتون. وایسید. اصلا این گروهه برای خودم بوده. آره لف میده خودکار رباته، برای همین لف داده بوده. خب اینجا وقتی که وارد گروه مورد نظرتون شدید، حالا میتونه هر کدوم گروهی باشه، روش کلیک میکنید، واردش که شدید اینجا خب به این گویده اینو کپی میکنید، یه راست کلیک میکنید کپی میکنید، بعد میرید توی ترمینال. اینجا دوباره راست کلیک میکنید، پیست رو میزنید و گزینه اینتر رو میزنید. وقتی که ران شه این پیامو بهتون میده. خب تموم شد. الان ربات شما در واقع ران شد و دیگه هیچ مشکلی نداره. اوکی، میریم توی این که تستش کنیم در واقع. بذار من برم دوباره توی ربات تبلیغی دارم خودکار پاک میکنه گروه ها رو. حالا من واردش میشم، دوباره وارد گروه هم میشم. خب تا بهتون نشون بدم. توی وب حالا یکم کن نشون میده، خب ولی شما این مشکل رو ندارید. توی گوشی نشون میده دیگه. خب مثلا من مینویسم، وایسید ببینید این داره خودکار خودش کار میکنه. حالا وایسید یه دقیقه. اینجا مثلا من مینویسم سلام تا تستش کنیم، یه بالا پایین میکنم تا میدونید که وب یکم چیز داره، مشکل داره تا میخواد بیاد بالا. اینجا می‌نویسیم سلام. بذار من یه نقطه اینجا نوشت های آی ام نول. خب
بعد می‌نویسیم مثلا خوبی. این سرعتش فوق‌العاده است، یعنی مثل سرعت نوره. خب اصلا متوقف هم نمیشه. حالا ما چون توی محیط وب هستیم در واقع اینطوری فکر میکنید دیره. خب محیط وب که همه تو اپلیکیشن هست، یکی میاد تو وب. خب دوباره می‌نویسم خوبی. خب ببینید من این نقطه بذارم که معلوم بشه. می‌بینید این پیامو دیگه نقطه هم اینجا اومد، این زودتر پیام داد. خب دوستان اینم از آموزش. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید. فایلاش هم میذارم توی در واقع چنل تلگرام که گذاشتم. حالا این نسخه انگلیسیشی که خودم درستش کردم، اینم حالا شاید گذاشتم. و اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی یادتون نره. و اینکه یه نکته دیگه میمونه، اینکه این آقای نیترو سی پنل اگه دوست داشتید برید ازش خرید کنید. این یه تبلیغ نیست، من خودم راضیم چون قیمتش هم واقعا مناسب و به صرفه 12,000 تومان ماهانه و چیز پول خاصی هم نیست، میتونید بخرید دیگه. و آموزش خریدش هم حالا شاید گذاشتم، ولی خب خریدش خیلی ساده. شما همونجا بنویسید خرید هاست پایتون نیترو سی پنل، اسم اینو بنویسید، خب براتون میاد. خب دوستان بازم میگم اگه واقعا ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.